من مدینه جمال الدین، خواننده صنف 9 دی گیمنازیوم رقمی 74 ناحیه فردوسی. من زیاده از 128 کتاب را مطالعه کردم که در بینشان اثرهای نظمی و نثری می باشند. شعر از استاد لایق شیرعلی. تاجیکستان مظهری من، سرزمینی کم زمین، تو سراسر که ساری، تو سراسر سنگزاری، چون که فرزندانی تو در طول تاریخی دراز هر کجا رفتند مشت خاک با خود برده اند. چون که فرزندانی تو در جستجوی بخت خود در بیابانهای تفسان دور از تو مرده اند. هر کجا رفتند آنان، یا به مکه یا مدینه، یا به غربت یا تجارت، یا گریزه از همه تزویر و کینه، مشت خاکت را به کیسه یادگاری برده اند. تا اگر روزی بمیرند از قضا در غریبی بی کس و بی آشنا، خاک تو باشد نشانی آخرین. تاجیکستان سرزمینی کم زمین، خاک تو انسان پریشان گشته است، با همه خاک جهان این گونه همسان گشته است. خاک تو با سری پرشوری دیوشتیچ تا بغداد رفت، آن سری از تن جدا از تو جدا، با داد از بیداد رفت. خاک تو با سری رخشانه تا یونان رسید، با هزاران ناله و افغان رسید. ما در تبریز با نعش کمال، با زمین آمیخت شد تا بی زوال. من مدینه جمال الدین، خواننده صنف 9 دی گیمنازیوم رقمی 74 ناحیه فردوسی. من زیاده از 128 کتاب را مطالعه کردم که در بینشان اثرهای نظمی و نثری می باشند. از محمد علی عجمی. گاه گاهی پرسم از خود، در زمین تاجیکستان اینقدر سنگ از کجا پیدا شده است؟ در دل فرزند تاجیک این همه ننگ از کجا پیدا شده است؟ می دهم بر خود جواب، خلق تاجیک را بسی سنگ باران کردند، هم پریشان کردند. تا نکارد دانه خود را دیگر، تا نسازد خانه خود را دیگر، تا بخشکد تخم تاجیک در میان سنگ ها. بهر خلق من در این دنیای شر زندگی آسان نبود، در ته دار در ته آر زندگانی می نمود. خلق تاجیک را بسی سنگ باران کردند، لیک تاجیک بر عدو گردن نداد. بهر فردای وطن سر بداد و تن نداد. سنگ ها را چیده چیده در بریجر در سریجر، خانه کرد از سنگ کوهستان خود، خانه کرد از ننگ اجدادان خود. در میان سنگ ها هم زنده ماند. من مدینه جمال الدین، خواننده صنف 9 دی گیمنازیوم رقمی 74 ناحیه فردوسی. من زیاده از 128 کتاب را مطالعه کردم که در بینشان اثرهای نظمی و نثری می باشند. از سعدی شیرازی. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباسی زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چی میانی نقش دیوار و میانی آدمیت؟ خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت. حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد، که همین سخن بگوید به زبان آدمیت.
طیرانی مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت بدر آی تا ببینی طیرانی آدمیت. نه بیانی فضل کردم که نصیحتی تو گفتم، هم از آدمی شنیدیم بیانی آدمیت. من مدینه جمال الدین، خواننده صنف 9 دی گیمنازیوم رقم 74 ناحیه فردوسی. من زیاده از 128 کتاب را مطالعه کردم که در بینشان اثرهای نظمی و نثری می باشند. جلال‌الدین رومی: نزد مردان خرد مایه ایمان ادب است، لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. آدمی زاده اگر بی ادب است آدم نیست، فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است. یک دو روزه که در این ملک جهان مهمانی، با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. کردم از عقل سوالی که بگو ایمان چیست، عقل در گوش دلم گفت که ایمان ادب است. رو پسر پندی پدر گوش بده هر شب و روز، دولت و ثروت و تاج سر مردان ادب است. شمس تبریزی بگو ذکر خدا با ملکوت، نغمه پردازی این مرغ خوش‌الخوان ادب است.